امروز توسط نمایش باز به یک گوشه تاریخی کشورمان سفر خواهیم کرد. این هم باشد ممنوعگاه تاریخی و باستانشناسی سرازم است. موضع سرازم در شهرهای پنجکند سمرقند 15 کیلومتر غربتر از شهر پنجکند موقع گرفته است و معنای خودی کلمه سرازم سری زمین می باشد. یادگاری عهد قدیم کشاورزی سرازم از روی طبقه بندی یادگارهای باستانشناسی اوراسیا یکی از یادگارهای قدیمترین در جهان شناخته شده است. از کدام خاطر؟ از آن خاطر که یادگاری سرازم تاریخ بیش از 5,500 سال داشته، در همون ایام خویش به گذاشتن و زمینه‌های اساسی شهرسازی شهرداری مردمان اوراسیا زمینه گذاشته است. از این خاطر یونسکو سال 2010 در شهر برزیلیا در سیاسی 34 یونسکو همین شهر سرازم را به همین فهرست بانفوذی جهانی شامل گردانید. و اینک 40 سال در اینجا کاوش‌های باستانشناسی ادامه دارند. همه سال بازداشت‌های جدیدی نوی را به ما میسر پیدا کنیم از زیر خاک. در میانه‌های سالهای 70 عصر 20 انیخترش سال 1976 یکی از ساکنان دهاتی اطراف با نام اشورالی تایلانوف تبرچه برنجه دریافت کرده به خادم علمی پایگاه باستانشناسی پنجکند عبدالله جان ایساقوف پیشنهاد میکند. علاوه بعد یک سال گفتگوهای باستانشناسی در این مکان آغاز گردیدند و پس از چند کشف شد که در این مکان شهری قدیمی با نام سرازم موجود بود و آن تاریخی بیش از 5000 ساله دارد. مساحت این شهر قدیمی را محققان تخمیناً 100 هکتار گفتند که امروز تنها در قسمت کمی آن گفتگوهای باستانشناسی صورت گرفتند. از روی تحقیقات باستانشناسی که ما با سربری عبدالجان ایساقوف گذراندیم و بعد با همکاران فرانسوی گذراندیم، معین کرده شد که مساحت ازلی یادگاری سرازم بیش از 100 هکتار تشکیل می‌داده است. متاسفانه تا پیدا کردن همین تبر برنجی از طرف اشورالی تایلانوف قسم زیاد یادگاری به زیر خانه‌های و درخت‌ها نابود گشتند و شکری خداوند، شکری همین فرهنگ دوستانی همین مسجد اشورالی تایلانوف بود که همین تبرچه برنجی را با باستانشناسان و استاد عبدالجان ایساقوف پیشنهاد کردند. اگر همین تبرچه پیدا نمی‌شد تا امروز ما از این بودن یادگاری بی‌خبر می‌ماندیم. از روی اکسپونات‌های دریافت شده و خرابه‌های باقی مانده بیناها معلوم است که سرازم مرکزی تشکل شهرسازی، کشاورزی و هنرمندی گذشتگان ما بوده است. باعث خوشنودی است که پایگاه سرازم به فهرست میراث فرهنگی یونسکو داخل شده است و امروزها توجه اهل سیاره به آن زیاد است. این است که امروزه محققان و سیاحان زیاد به این مکان برای تماشا و آموزش می‌آیند. طبعا أنا سعيد جدا بزيارتي هذه من خیلی خوشحال هستم از زیارت جمهوری تاجیکستان. جمهوری تاجیکستان یکی از دولت‌های جوان و خیلی بوی از جهت تاریخ، مدنیت، فرهنگ که مشهور شده است. در شهرهای دیگر ما در موزه ها بودیم، در دیگر جایهای فرهنگی و فراغتی بودیم که بسیار یک تأثیرات جالب برای ما باقی گذاشت و امروز در آثارخانه سرازم باقی هستیم. در همین جا هستیم که سرازم یکی از جاهای تاریخی دنیا به حساب می رود و امید دارم که سرازم علاقه های مربوطه با دولت های عرب و فرهنگ و ثقافت عرب داشت. نوزدهم مارس سال 2018 در واخوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با زیان مملکت سروری دولت ذکر کردند که با در نظر داشت اهمیت شهر قدیمی سرازم
پیشنهاد می‌نمایم که سال 2020 5500 سالگی سراسمی باستانی همچون مرکز تشکلی مدنیت کشاورزی، هنرمندی و شهرسازی تاجیکان جشن گرفته شود. و ما نیت داریم که تا عرفه جشن این موضوع رو به یکی از موضوعهای خیلی هم آباد و تماشاباب تبدیل دهیم و در نقشه است که در اینجا آثارخانه نو بنیاد یابد، در اینجا در نقشه است که مغازه‌های ارمغان و گلگشت‌ها بنیاد یابد که تا که ما توانیم هم باستانشناسان داخلی، هم تماشابینان داخلی و هم خارجی رو در سطح معین شده قبول کرده توانیم. تشبوس مذکور جهت آموزش، معرفی بیشتر و همچون یادگاری بینظیر شناخته شدن این مکان تاریخی مساعدت خواهد کرد.